پولت به خاطر رضای الله بده، الله بر تو اجرش میده، الله از تو قبول میکند. زمانی که پول از جیب تو اراده برآمدنش میشه، نیتت به خاطر رضای الله باشه، ولو که به هر کسی بدهی الله سبحانه و تعالی ثواب را به تو میده، به تو اجر میرسد. اما ما همیشه در پشت سخنهای منفی و منفیگرا هستیم. یک روز یک برادر مرا میگه که ما در مدرسه کمک نمیکنم که اینها کلشون طالب میشن. طالب کیست؟ ما کیستم؟ تو کیستی؟ همه ما برادر، همه ما از یک افغانستان، از یک ولایت، در یک دسترخوان، یک دین، یک مذهب، یک قرآن، یک کتاب. میگم من صدقه نمیتونم، خیرات نمیتونم به خاطر که بینها نمیشه. برادر عزیز، پوچ خواندی، کور خواندی، نادان هستی، نمیفهمی، درک نکردی. بهترین صدقه به یک طلاب است. یک طلابی که درس میخواند، زحمت میکشد، قرآن میخواند، اشک میریزاند، اگر به تو دعا بکند، دعای ازورت میشه؟ هرگز دعای ازورت نمیشه. الله دعای از او به حق تو قبول میکند، چون او طالب علم است، قرآن را میخواند، صفحه از قرآن را هر وقت نگاه میکند. اما ما منفیگر هستیم. اگر برش بگی که برادر به یک بیچاره که نان ندارد، فقیر است، مسکین است، کمک کو، میگه والا او از تو که خیلی پیسه دار است، خیلی ثروتمند است، از خارج هم برش میاد، از داخل هم برش میاد. تو چه خبر داری که از خارج از داخل برش میاد؟ آیا تو خبر داری که همسایت نان نمیافد بخورد؟ آیا خبر داری که همسایت امروز بر شکم گرسنه خواب میکند، به شکم گرسنه میگردد؟ از او خبر داری؟ آیا او همسایت که امروز مریض است، توان طاقت خریدن یک پاراستامول ندارد، تو بالای او تهمت میکنی که این پولدار است، ثروتمند است، به او سخاوت و صدقه نمیکنی؟ در روز آخرت چی جواب میدی؟ آیا حق همسایه‌داری امی شد؟ تا چه وقت ما در این خواب غفلت باشیم؟ تا چه وقت ما در این قدر پریشانی باشیم؟ امروز من شما برادر هستیم. برادر با برادر چقدر درد می داشته باشد. دست برادر زمانی که درد میکند، دست تو درد میکند. دست خواهر زمان درد میکند، دست تو درد میکند. دست مادر زمان درد میکند، دست تو درد میکند. امروز هر کسی که کلمه میخواند، لا اله الا الله میگوید، برادر من شما است. قرآن میگه، من نمیگم او مردم، قرآن میگه انما المؤمنون اخوه. ما شما مسلمان هستیم. بیاین که دست یک دیگر را بگیریم، یک دیگر خود را بلند بکنیم، یک دیگر خود را کمک بکنیم، به یک دیگر خود احترام داشته باشیم، به یک دیگر خود شفقت داشته باشیم، احترام داشته باشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بخاری و مسلم شریف چی میفرماید؟ ما من یوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم آت منفقا خلفا اللهم آت ممسكا تلفا. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ دو ملک هر صبح پایین می شود، هر صبح دو ملک پایین می شود و یکی از این ملک ها برای سخی دعا می کند، اللهم اعط منفقا خلفا. ای الله، ای بندیت که در راه تو خرج میکند، در راه تو اخلاص میکند، در راه تو سخاوت میکند، یا الله ایره اجر بتی، یعنی مالش زیاد بگردان، بر ازی عزت بتی، قوت بتی، بر ازی شرف بتی، برش دعا میکند. و یک ملک دیگه چی میگوید؟ اللهم اعط ممسکا تلفا. ای الله، کسی که بخیل هست، بخل می‌ورزد، در مال خود سخاوت نمی کند، صدقه نمی کند، در راه تو مصرف نمی کند، یا الله ایره هلاک بگردان. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم به الفاظ دیگر می فرماید ان ملکا بباب من ابواب الجنه من یقرض اليوم یجزى غدا و ملک بباب آخر
اللهم آت منفقا خلفا، اللهم آت ممسکا تلفا. چی میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم؟ میگه در دروازه بهشت در یکی از دروازه هایش یک ملک استاده هست و اعلان میکند کسی است که امروز به خاطر رضای الله سخاوت بکند و در روز آخرت اجر عظیم را میافد. و ملک دیگر به دروازه دیگر استاد است و میگوید که اللهم اعط منفقا خلفا. ای الله، کسی که در راه تو انفاق میکند، صدقه میکند، اخلاص میکند، دست برادر خود را میگیرد، دست خواهر خود را میگیرد، دست طلاب را میگیرد، یا الله به این اجر بده، مالش، ثروتش، داراییش زیاد بگردان. و باز میگه اللهم اعطی ممسکا تلفا. ای الله، آن کسی که بخیل است، بخل دارد، از مال خود خرج نمی کند، در راه تو همهش را جمع کرده، یا الله ایره هلاک بگردان، نابود بگردان. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری می فرماید که کسی که سخاوت میکند سخی است ولیکن جاهل است، اما کسی که عبادت میکند ولیکن بخیل است، همان سخی جاهل از عابد بخیل که در نزد الله محبوب است، نزدیک است، قریب است. پیامبر میگه، من نمیگویم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید السخی قریب من الله، قریب من الجنه، قریب من الناس، بعید من النار. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید سخی قریب است به الله، نزدیک است به جنت و نزدیک است به مردم و دور است از آتش دوزخ. والبخیل بعید من الله، بعید من الجنه، بعید من الناس، قریب من النار. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که بخیل انسانی که مال خود را جمع کرده بخل میورزد، او را برای الله مصرف نمی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم که این از الله دور است، از جنت دور است، از مردم دور است و به دوزخ نزدیک هست. والجاهل السخی احب الى الله عز وجل من عابد بخیل. و جاهل سخی جاهل در نزد الله سبحانه و تعالی محبوب است از او عبادتگری که بخیل است، سالها و روزها عبادت میکند، 6 متر تسبیح است، روز تا به بیگاه به مسجد سر به سجده میزند، اما بخل دارد، بخیل است، با برادر خود بخیلی میکند، با خواهر خود بخیلی میکند، با پدر خود بخیلی میکند، با دوستان خود بخیلی میکند. از این انسان کرده همان از سخی جاهلی که سخاوت میکند، نمازهای فرض را میخواند اما به نفلیات توجه نمیکند، او بهتر هست. سبحان الله. ما امروز راه خود را گم کردیم، ما امروز خود را از قرآن آگاه نکردیم. بعضی برادران فکر میکنند که سخاوت شاید 1000 باشد، شاید 500 باشد، شاید 1 لک باشد، شاید 10,000 باشد، اگر از این کم باشد سخاوت نمیشه. نه عزیزم، به توان طاقت سخاوت بکو. الله سبحانه و تعالی تو را مکلف نمی کند که تو 1 لک سخاوت بکو، 2 لک سخاوت بکو، 20,000 سخاوت بکو، 10,000 سخاوت بکو. الله برات میگه چین واسه توانت، به اندازه قدرتت، به اندازه که تو پول داری، به اندازه که تو میتونی که خرج خانوادت برسانی، آنها را اکمال بکنی و از او که چیز اضافه است میتونی که 1 روپیه در راه الله بتی، میتونی که 10 روپیه در راه الله بتی، میتونی که 1 لک در راه الله بتی. بین که در راه الله سخاوت بکنیم. الله سبحانه و تعالی سخاوت را خیلی دوست دارد و خیلی سخاوت خوش میآید و او کسانی که سخاوت میکنند الله سبحانه و تعالی آنها را دوست دارد، آنها را خوشش میاد از الله.
حضرت عایشه رضی الله عنها روز مبارک روزه بودن و یک نان در خانه بوده که یک نان، یک فقیر در خانهشان در را میزند. زمانی که کنیز حضرت عایشه رضی الله عنها میرود میبیند یک فقیر آمده، مسکین است، بیچاره است، نان ندارد، آمده در سوال کردن یک نان سوال میکند. حضرت عایشه رضی الله عنها گفت کی هست؟ گفت مسکین است، نان طلب میکند. گفت نان برش بده. گفت ای عایشه رضی الله عنها، گفت شما روزه هستین، بغیر از این نان دیگر نانی وجود ندارد، شما در هنگام افطار با همه چی افطار میکنید؟ ببینین زن شجاعه، ببینین زن دلیره، ببینین مادر مسلمان ها را، ببینین قهرمان مجاهدین را، ببینین قهرمانی که جان خود را، مال خود را در راه دین مصرف میکند. میگو امونان به خاطر رضای الله به مسکین بده تا افطار. الله مهربان است. زمانی که وقت افطار میرسد کسی هدیه را میگیرد از گوشت و گوسفند نان در حضور حضرت عایشه رضی الله عنها میآورد، این برای شما هدیه. سبحان الله، اوجا یک نان به خاطر رضای الله داد، الله برش گوشت را رسان، از او که نان بهتر را برش رسان. حضرت عایشه رضی الله عنها برای کنیز خود صدا زد بیا این را بخور که از نان تو که هم بهتر است.